سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از رازهای جهان. آماده اید که یکی دیگر از داستانهای شگفت‌انگیز ما را بشنوید؟ پس بیایید شروع کنیم. در زمستان سال 1959 9 کوهنورد جوان به کوههای سرد و خطرناک اورال رفتند، اما هیچ وقت زنده برنگشتند. این گروه متشکل از دانشجویان با تجربه دانشگاه فنی اورال بودند. همشان با کوهنوردی آشنا بودند و هدفشان رسیدن به قلعه اوتروتین بود. بعد از چند روز از آنها خبر نشد. تیم‌های نجات و جستجو آغاز کردند و آنچه یافتند وحشتناک بود. چادرها پاره شده و در داخل جسدهای نیمه برهنه و نشانه‌های از ترس و در تمام قسمت‌ها خون دیده می‌شد. یکی از کوهنوردها زبانش قطع شده بود. برخی گفتند کار حیوانات بود. برخی دیگر از انفجار نظامی سخن گفتند. اما بعضی‌ها موجودات ناشناخته را عامل دانستند. اما حقیقت هنوز هم نامعلوم است. حادثه دیوتلوف هنوز هم یکی از مرموزترین داستان‌های واقعی جهان است. به نظر شما چی اتفاق افتاد؟ منتظر نظریات شما در کامنت ها هستیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.